به نظر خودت فرق بین ملا هیبت الله حبیب الله کلکانی برهان الدین ربانی و مسعود چیست؟ آیا کدام فرق میبینی؟ و بسیار سوال جالب است. روز ببینین هیبت الله امروز شعر و ترانه را قدغن ساخته، موسیقی را قدغن ساخته، مکتب قدغن ساخته. در زمان امین دزد سر گردنه ها به نام حبیب الله سقو، بچه سقو، مکتب ها بسته شد، دخترها در خانه نشستن، علم و معرفت درشان بسته شد. چه تفاوت است بین ازی و آقای هیبت الله؟ هیچ تفاوت نیست. ضد علم، ضد علم. فی سبیل الله. این دو شخص دیگر که نام گرفتم، ربانی و مسعود، آیا اینا کدام فرق با اینا دارن؟ هیچ فرقی ندارن. هیچ پس فرق ندارن. فرق نداره. چرا یک جوان تاجیک اونمو که مفکوره یا فوتوکاپی ملا هیبت الله را خادم دین رسول الله میگه، ولی خود هیبت الله مثلا ترس میگه، یا فوتوکاپی هیبت الله که ربانی صاحب است او را رهبر ما چون پیر خیرتمند میگه در حالی که دیگر مثلا تو میگن این چی علت دارن، یا دیوانه شدن، مریض هستن. آقای پولاد، ما و شما در وطن خود در زبان شیرین دری یک مقوله داریم، میگه سگ زرد برادر شغال است. اینا هیچ، البته توهین نیست. حبیب الله بچه سقو، احمد شاه مسعود، ربانی، سیاف، حکمتیار، اینا را کلشان که ببینید در یک کاتگوری است. با ارتباط عبدالعلی مزوری، ما یک پست تصادفاً در فیسبوک اینجا میبینم، در اونجا یک تصویر یک شهر بسیار مدرن و مفشن و بسیار زیبا را گذاشتن، مثل شهر پاریس وره. بالای سرش نوشته کردن میگه هزاره ها در افغانستان حاکم میبودن، آل افغانستان مثل از این پاریس وره مقبول میبود. سوال در اینجاست، هزاره حاکم داشت، مثلا معاون رئیس جمهور داشت، وزیرها داشتن، جنرالها داشتن، نماینده های قومی محقق خلیلی وارد داشتن، ولی در 20 سال جمهوریت حتی نتوانستن که مردم هزاره افراد و اشخاص از مغاره های بامیان بیرون بکنن، حتی نتوانستن از مغاره های دایکندی بیرون بکنن، حتی نتوانستن که در مناطق بامیان و دایکندی یک سرک درست، یک فاکولته درست یا یک کار را بکنن که مردم خوشبخت بسازن. یعنی ما براتون از این چیز بیخی قطعی برات میگم که موضوع قوم نیست، موضوع ملت نیست. ما و شما ملت به شکل ما را ساختن که قلاده های بردگی امو فیودال های قومی را در گردن ما انداختن، ما اجازه نداریم.